ای اکا جان، من گفتم آخر اکام مرا ترک نمی کنه. زود باشید، وقتتان کم است. ابله 12 سالم را خوردی، باز وجدانم نبرداشت که تو را پرتافته روم. اکا پگاه مرا نزد دادستان میبرن. خیر من چی کار کنم؟ کرنه و سرنه بیارم؟ گریزان اکا، تو راهش را مییابی، نگذار که من در حبسخانه بپوسم. باز بهتر، حسابمان برابر می شود. اکا از خوردان خطا، از بزرگان عطا، من به جز تو کسی ندارم. التماس اکا. گوش کن، تو را گرسنه و تشنه نمیگذارم، پول میفرستم، دیگر هیچ کار نمیکنم. خیلی من رفتم. اکا من میدونستم که تو دیوانه هستی. چی؟ تو مرا چی گفتی؟ تو مرا دیوانه گفتی؟ اگر دیوانه نباشی چرا حالا هم از پس او میگردی؟ من این زن را یک روز در جایش میشنانم، اما کی باشد حالا میبینیم. استغفرالله استغفرالله. پسرم رفته با کمیسر عزیز خیر و خوش کن. خودش خیر نگفته رفت کو. تو در اینجا چی کار میکنی؟ از پسری من چی میخواهی؟ بس بودگیست. هیچ چیز نخواستم خانم، تنها احوال پرسی کردم. نپرس، از این پس چیزی نپرس. زود دور گرد. من دور میگردم، اما ناف پسرت را در اینجا بسته. ای خدا. او راست میگوید. پسرم تو رو باز طرفش رو میگیری. آخر بین باز در همین جایی. چرا؟ مادرش را کار زده است. مرحمت. سلام سردار، مرا جواب دادند. خوب گوش کن یاسین، مادرت را دیگر زیغ نکن، این باری آخرین باشد، فهمم؟ از امروز سر کرده همش تغییر می‌یابد، دیگر میشود. انشاءالله همینطور میشود. سردارم شما کی برمیگردید؟ نمیدانم، وقتی که پرونده به انجام رسد. چی شد رفیق کمیسر؟ پینار تنها شما را نه، مرا هم به بلا گرفتار کرد. موقتا مرا از کار سبکدوش کرد. چی شد؟ خوراک بسیار است، کم کم آماده میکنیم. میلش زود باشید، وقتی آمدن اوهای شرف در اینجا نباشید. همه خوراک ها رو آماده کنید. خودش یک خوراک رو پخته نمیتواند باز فرمان رو دین. این رو بینا از دیروز باز گریه داشت، حاضر باشد از پس شوهرش میدود. خدایا توبه، با این خوراک رو گویا شوهرش رو نگاه میداشته باشد. توبه. اوف، با این خیل عینک آدمون چطور راه میگردن. آفرین. شام بخیر آقای کمال. او مرا چطور شناخت؟ پدر؟ یک طرفیست دخترم، یک پدر طرفیست. چی گپ است؟
پدر گفته همه رو خبر نکن، خودم به زور اومدم. پدر چرا اینها رو پوشیده؟ نه پدر به شما یک چیز رو گفتنیه. بعد میگویی دخترم، در مکتوبت مینویسی. دخترم در اینجا 5000 لیره است، گرفته پنهان کن. پدر چرا اینها رو به من میدهی؟ اوسیا، میدونم دخترم تنها زندگی کردن مشکل است، اما با این پولها یک مدت روز میگذرانی. اما این کلید را بیاسینده. از این پس او در دکان کار میکند، از دکان هم با تو یک دو لقمه میرسد. بگو به دکان رو، بی پدری را احساس نمی کنی. پدر کنی گویید به کجا میروید؟ دختری زیبایم، از پدر راضی باش. اومدند. کی اومد؟ چه گپ است؟ فهمانید آخه. دخترم تو یک مدت آنها را به گپ گیر. آسیا جان، پدرت رو صدا کردم به فکرم نشنیدند. حلوا آوردم. پدرت چرا لباسهای عجایب پوشیدند؟ ندونم. تشکر زیاد. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر اکای کمال، شما خوب هستید؟ چی گپ است؟ او هم مرا شناخت. البته پینال با عقل است که رویش را جراحی کرده است و شاید من هم رویم روی عوض کنم. معلوم می شود که دیگر چاره نیست. خیر، روی کی رو بگیرم؟ از پلا دلیمدار رو یا نه، او بسیار بیرحم است. از نجم سردار رو گیرم؟ نه، او پیر است. یافتم، از جاوید رو میگیرم. قد و بست، رنگ و پوست مانند است، حتی شکل رویم هم نزدیک است. چرا اکای کمال خود به خود گپ میزنه؟ شما در این نصف شب چیکار میکنه در این کوچه؟ یعنی زود به خانه روید. نبینم در اینجا. زودتر روید زود. من به زور افسون رو راضی کردم او باشد با فریده سیر و گشت دارد. کاری که باید او کند من میکنم. حالا ایست خانم فریده، من به تو نشان میدهم که فرزند کس را از خود کردن چه خیلی است. اگر شب یگان درد احساس کردی خبر ده، تو رو با بیمارخانه میبرم. لازم نیست، من خودم هم میتوانم مادرم رو برم. چرا شما حالا هم در اینجا زندگی میکنید؟ من و افسون جدا میشویم پسرم. در اینجا زندگی میکنیم. مادرت همش رو به تو نقل میکند. گوش کن، تو هیچ شرم نمیداری ها؟ شرم نمیداری؟ مادر تو خطیست. بعد با تو گپ میزنم. حاضر من با او گپ زده ایستادم. دخترم میدونی این ماشین از کیست؟ ماشین افسون رو گرفتی، شوهرش رو هم گرفتی. یافته دتون زنی خوب رو. اینش رو میگیرید هیچ چیز نمیگوید، بایش رو میگیرید هیچ چیز نمیگوید. بس است، با مادرم اینطور گپ نزنید. تو از کجا آمدی؟ برای مادرت رو کرد زدن از محبس نو آزاد شدی. تو هم مثل مادرت هستی گستاخ. مادر بس است. چی خیل بس؟ چی خیل بس؟ مگر تو امروز نکاح نداشتی؟ تو نمیدونی اون زنی بیچاره در آنجا در چه حال است؟ از پس اینها سرگردان شدی. زنی بیچاره باشد در خانه گریه کرده شیشته است. مادری مرا هم ترک کرده بود، اما مادرم نمرد. خاطر نشید، او رو هیچ بلا نمیزند، همش میگذرد. او باش ها. شد مادر، بیایید با بالا میبرم. نه، با بالا نمیروی. پسرم حاضر راست رفته با افسون گپ میزنی، رفته در رو برویش گپ میزنی. کنی زود باش.
مایلش مادر رفته با او گپ میزنم. هم شما و هم من از او خلاص میشویم. رفت. راو پسرم، رفتی دیگر آمدن نمیخواهی. تلفن کجاست میگویم؟ کنی زود آن رو برگردان. زود باش. برمیگردونم آخر جنجال نکن. چی گپ است پسرم؟ آمدن برابر سر شد. این دختری شما حالا هم با جناب سعید وا میخورده است. باز از او هدیه هم گرفته است. چی خیلی هدیه؟ آخر من هم ندیدم، در کیسم نوعیان مانده است. با او برمیگردونم. چرا هدیهش رو برایش نزدی؟ شد مرا دیوانه نکنید. بس است. سعید چه خیلی هدیه داده است با امینه. دخترم جواب ده آخر. امینه. یک بگاه صدای تلفن برآمد. فکر کردم از من است. رفته دیدم در کیسه امینه یک تلفن، درونش پر از پیامک‌های سعید. به فکرتون من چرا با او دست به گریبان شدم؟ دخترم تو ما رو همینطور خواطر کردن میگیری؟ چرا چنین میکنی؟ اکا در پلیس، من در بیمارخانه. کنی تلفن رو به من ده. به من ده. مادر چیکار میکنی؟ خاموش، گپ نزن. این رو چطور استفاده میکنند؟ یعنی یاسین برای تو در آنجا پیدا شده است. اکا شما آن زن رو دیدید؟ هیچ چیز نشده است با او؟ هیچ چیز نشده است. این رو برده پرتو. اکا امینه پیامک فرستاده است. از دخترم دور گرد وگرنه پشیمان میشوی. گوش کن، با این دختر نکاح کردن اکنون در گردنت قرض است. دلش را یابم گفته میمون بازی نکن، راست به خانه‌اش رفته خواستگاری کن. اکا میخواهید آنها مرا کشند؟ آخر اکاش با کرد از پسم میگردد. ابله وقتی دختر دوستش میدارم گفت همش حل میشود. اگر نگوید چی اکا؟ تو گل و شیرینی گرفته به خانه‌شون رو، انا بعد میبینی چی میشود. این کار را همین هفته حل میکنی. اکا در حقیقت ابله بوده است. چطور حالا هم با تو باوری میکند؟ اکا هم است آخر. انا نگاه کن پول میفرستد، مرا نجات میدهد. یعنی همه کارهایت رو فراموش کرد ها؟ البته فراموش کرد. ما این مسئله را کی ها حل کردیم. اگر اکاد از کارهایت خبر داشته باشد نامی من پینور نیست، وگرنه شخصی که ذره غرور دارد به اینجا قدمش را نمیگذارد. تو کاری خودت را دان پینار. ما برادر این میگویم نمیفهمی. ما این مسئله را کی ها حل کردیم. مرا از اینجا میبرارد. وقتی رفتن با تو خیر و خوش میکنم، خاطر نشو. این دفعه همش رو حل میکنم. همش رو گفته میروم.
خوش آمدی جانکم. بیا در آشخانه به من کمک کن. چی کار میکنی افسون؟ اینها چی هم؟ بیا تنی این را دار. من شیرین ها رو میبردارم. خیر چی آماده کرده؟ چرا خودت خوراک پختی؟ این بگاه مهمانی مخصوص دارم برای تو آماده کردم. کی؟ تو کنی پیش بیار. پیش بیار. بچه ها من به نزد اوسیه می روم. او را گرفته می آورم. آقای کمال حالا هم ناآمده است. اوسیه باشد در خانه تنها. акаи камол занг назадааст? چی کار کند؟ بیچاره پنهان شده است. چی کار کردنم را نمیدانم. به همش من گناهگارم. آقای کمال در کوچه ماند. آقای عزیز را باشد از کار آزاد کردند. نه به همش من گناهگارم. اکنون کاری از دستمان نمی آید. حیرانم چی کار کنم. خدای فریده پلیس آمد. پدرم رو میکوبند. بیا دخترم گذر. من هم حاضر به نزد رفتنی بودم. چی شده است؟ پدرم یگان کاری بد کرده است. به من هیچ چیز نگفتند. نه تو آرام شو مایلش. من همش رو به تو میفهمانم. کنی گذر دخترم. بیا به خانه درو. Öyle yanılttın ki beni, İlk defa geliyor başıma. من برای همین آمدم. Ben sevda şarkısı beklerken bir veda همش رو میفهمم. میگویم که آینده ما خوب نمیشود. Böyle yazılmış alnıma, benim adım yalnızlık, eski buruk bir şarkıda. Geri döner mi bilmem, mazideki sevgi. این رو فراموش کردم برورم. کنی چشیده بین؟ چقدر شده است؟ خودت را بهوده تشویش دادی. من هیچ کار نکردم. تنها خوراکای دوست داشتم را آماده کردم. بیا گذر. اول صحبت میکردیم؟ نه بیا گذر. بعد از خوراک گپ میزنیم. از شوربا سر میکنیم. افسون شد هیچ چیز نگوی. خوراک خنک میشود آخر. مرا در حیرت گذاشتیم. چطور اکات رو راضی کنندی؟ آدمی هوشیار مینماید. آخر تو برادرش هستی. برای همین راضی شده است. وگرنه او بر این انسان برای تو نگاه نمی کند. کنی گپ زن. با باز چی سفسطه گفتی؟ زهر و سقومت را خوردن گیر. به کارهای من بینی نخلم. ای تو هم ناز کردی. آخر
زنی دوست داشتهاش رو از دستش گرفتی و اون طرفش رو خودت میدونی. دمت را گیر. ای بیامونه، بیامون. آخر شما هر دو برادرت کو. میکشمت، با دستان خودم تو را بوغی میکنم. چی گپ است؟ خاموشینید. آقای مأمور، گیرید این زن را از نظرم دور کنید. من طاقتی دیدنی او را ندارم. تا دیروز یک جای کار میکردید، اکنون طاقتش ندارم میگویید. وای مادری رحمتیم، خدا رحمتش کند. عسکری انا منو اقرب آیتین کنی با تلفن جواب ده. شوخی کردم ابله. کنی پیوست کنید. به این اقرب گفتم با من زنگ نزن، او گپ رو نمیفهمد. اکنون پگاه او را با محکمه میبرم. تا سهر اکه مرا نجات ده گفته زنگ زدن میگیرد. الو لبای کیست شما؟ من مومیا. مرا همین طور گفته بودی کو. اما شریک اقرب چه میخواهی؟ باید تعجیلا با تو بخورم. گوش کن، من یاری تجلی نیستم. اگر کمک میخواسته باشی با دیگر جا زنگ زن، مرا به حالم گذار. فهمیدی؟ اصلا تو با کمک احتیاج داری. تو چه گفتن میخواهی؟ بسات درباره آیتن میگویم. باز فریب میخوری. اگر بیایی میفهمی. دستان درد رو نبیند افسون. چون این پزنده خوب بودنت رو نمیدونستم. تو بسیار چیزها رو نمیدونی. ما اقلا 1 سال هم یک جا زندگی کرده نتوانستیم. اما در پیش وقتی بسیاری داریم. خودت میبینی. من هم در همین مسئله صحبت کردن میخواستم. شرف بیا کوهی گذشته را بود نکنیم. درباره دیگران گپ نزنیم. این نخستین شب موست در خانه. من برایت سورپریز آماده کردم. بین، همان فیلم دوست داشتت رو خریدم. من این فیلم رو خیلی دوست میدارم. من هم. تو تلویزیون رو آماده کن، من چای میارم. چای کبود رو دوست میداشتی ها؟ خیز. بر نزدت آمدن. و نزد همین کی آمده است؟ کارت چی؟ میدونستم که می آیی. گوش کن، من مثل اقرب نیستم. اگر یگان چیزی مهم رو دانی زود گپ زن. اگر بیهوده فریاد کرده باشی احوالت بد می شود. فراموش نکن. کمی براحت نشستم، مرا با دقت گوش کن.
ту 12 сол дар маҳбас будӣ. магар боре фикр накардӣ барои чӣ дар ин ҷоям? маро ақраб фурӯхт. молҳои қочоқ доштам. гӯш кун, бо ман бозӣ накун. айтен чӣ алоқа дорад? то ҳабс гаштанат ҳардуяшон аз атрофат дур намешуданд ҳамин хел не? бале. пас чаро вақте ки ҳабс шудӣ туро суроғ накарданд? на ақраб ва на айтен. магар ягон бор аз аҳволат хабар гирифтанд? ту аз куҷо медонӣ? хайр, чаро инро ба ман нақл мекунӣ? ту бо ақл менамоӣ, аммо ҳеҷ чизро намефаҳмидаӣ. он айтене ки барояш девона мешудӣ ақрабро дӯст доштааст. нақшаро якҷоя кашидаанд. туро фиреб карда ҳамаи дороиятро кашида гирифтанд ва дар охир маҳбас. ягон бор фикр накардӣ? ҳардуяшон яку як бора ғайб заданд. ҳеҷ ба сарат наомад? не. айтен ин корро намекунад. ман ба ӯ гуфтам худам ҳал мекунам. ту рав. ҳаётатро барбод наде. не, айтен намекунад. модоме ки ин қадар дӯстат медошт, пас чаро туро тарк карда рафт? айтен туро дӯст намедорад, ҳеҷ дӯстат намедоштааст. барои ҳамин думи ақрабро гирифта туро фиреб карду рафт. ту бошӣ аз ҳабс баромада бехонаю дар мондӣ. ҳоло бошад ба ин ақраб адвокат меорӣ. ту тамоман беақл будаӣ. ту дурӯғ мегӯӣ. ту дурӯғ мегӯӣ. барои исботи гапам як роҳ аст. айтенро меёбӣ. ӯ дар куҷост? охир ҳар кор подош мехоҳад. ба ман адвокат меорӣ. беҳтаринашро маро аз ин ҷо барорад, тамоми гуноҳро ба ақраб бор кунад. баъд ман дар куҷо будани айтенро мегӯям. гӯш кун, ту бо ман бозӣ дорӣ? агар ягон нақшае кашида бошӣ, қасам мехӯрам ҳолат бад мешавад. чаро чунин кор бекардаам? магар ақраб душмани ҳардуямон нест? ягон мошина мегузараде? ақалан дучарха бошад ҳам мешавад. шояд мегузараду ман намебинам. дар ин ҷо ях мекунам. охир дар ин ҷо хӯроки лошохӯрон мегардам. ях кардам. چقدر خوب شیرین آمد.
برادر مرا همراهت گیر. با کجای روی میرم؟ بیا مکشی. برادر خدا از تو راضی باشد. دست و پایم گرد شده. خیریت یک کرده بودم. داری نیستی شب چی کار میکنی در کوچه؟ نپرس برادر، یک کار شده. برادر من در بالای چیزی نشستم بفکرم. شما در بالای تلفن هم شیشتید. میبخشید اونو به من دهید. الا اما که خیدرانی تشکر، شما خوبید؟ بر آمدیم در راهم. خدا میارم. همین تم شد. فهمیدم اما البته بزودی می آیم. خیر مالا بخیر، سفرها بخیر. من بده همی روم. شما در کجا می فرایید؟ این رو بینم. من هم بده همی روم. شما هم دهاتیه؟ نه من برای تماشا بده همی روم. جایهای تاریخی را دوست می دارم. جای زور است. خدا رحمتی همانجا را دوست می داشت. پولدار بود اما پولهایش را نخورده رفت. خدا رحمتی. بی خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. این چی؟ امک نترسید، این پدرم است. همینطور. خیر، او را به کجا میبری؟ گفتم که او را بده همی برم. با پدرم سیر و سیاحت کرده با سفری آخرین میرویم. انا همینطور. کاری خوب. سفر کردن خوب است، بسیار خوب. امک یک خدمت کنید. قهوه نوشیدن میخواهید؟ در پیش پایتان درباز است. یک قهوه آماده کنید نوشید. من قهوه را دوست میدارم. یک قهوه آماده کنید نوشید. من هم دوست میدارم. حاضر آماده میکنم. Ben şimdi hepinizi yerleştiririm. Hadi sen abinin odasına taşı. Ben odamdaki... De yavrum. این فیلم رو چندین مرتبه تماشا کردیم. حالا هم با هوس تماشا میکنم. Benim odama benden başka kimse giremez. Sus dedim sana oğlum. Feride yavrum, sen de küçüğü odana al. Tamam. İşte yerleştik bile. Sen ne diyorsun anne? Ben odamda yabancı erkek istemem. Ne erkeği evlat? Küçücük çocuk olsun. Ben bununla aynı odada kalmam baba. با کجا؟ دستانم رو شویم. خاموش کنم؟ نه تماشا کردن گیر. گوش میکنم. فریده خواب بودی؟ بله خوابم برده است. چی شد؟ چرا در این وقت زنگ زدی؟ خواستم با تو گویم که خاطر نشم. با او گفتم که جدا شدن میخواهم. البته برای او آسان نشد اما راضی میشود. شرف چرا همه این رو به من نقل میکنی؟ برای آن که به سرت یگان فکر نآید. شب در همین جا میمانم اما باور کن مجبورم. میترسم که با خودش یگان کار نکند وگرنه می آمدم. اگر خواهی بیا نخواهی نیا. اینش کاری خودت است. اما یک چیز رو بدون که در اینجا کسی تو رو انتظار نیست. براحت باش. شبی خوش. فریده کجا شدی؟ با مادرم صحبت کردم. خاطر نشود گفتم. فهمم. بیا رفتیم.
جون چطور کردید؟ پدر دیروز تو چپ موندگی نخورد به طرفی ما افتید. اما یک خدمت کنید او رو به کافا شنانید. شنانید ها شنانید. بله شنوندم ولی بهترش میخواباندم. نه آخر به این هم یک ساعت پس دیگر خواب میرود. ما نچینم کمی شینم. خوبو لیکن بگمانم کمتر پس به بالایم نافتد. نه امک نمی افتد مرده است آخر. امک یک خدمت کنید قهوه هم ریخت از نو یک قهوه دیه بیخواب قهوه نوشم آخر. برادر من از سیاحت دست کشیدم. مرا در یگان جای فرار یگان جای روشن باشد شد. قدیراه باشد هم میشود قدیراه هم میشود. چرا دست کشیدید؟ مگر ما یک جای بلاه نبر آمده ایم. جسد رو یک جای نمیگرونیم. برادر آخر نصیب بوده است. نصیب من از پسشون حتما دعا میکنم دعای خیر میکنم. دستت رو گیر در را محکم کردم. و این راه یک جایه بر آمده ایم یک جایه میرویم. پدرم را یک جایه به خواب میسپاریم. مایلش دوستم مایلش به خواب میسپاریم لیکن اول او رو میسپاریم یا مرا اینش رو خدا میداند. امک جان به فکرم قهوه مرا فراموش کردید. مگر فراموش میکنم؟ من این قهوه را یک عمر فراموش نمیکنم. برادر من گرسنه ماندم. از قهوه نوشی دلم بهزور شد. در اینجا یک شرباچه خوریم چی؟ بخشیش امک جان مهمانی من هستی. مهمان دوریتون نکردم. آخر برای مردنی پدرم کمی عصبانی شدم. مرا ببخشید مایلش. امک جان چی میخوریم؟ خوشر با میشود؟ کمی رفته بینیم. زحمت نکشید من خودم رفته میارم. زحمت یک جای رفته میبینیم. ایستید امک جان شما مهمانی داخل من رفته میارم. شکیه؟ ایستید من حاضر رفته میارم. نبارد ها انتظار شود. این دیوانه بوده از کار. مبادا قاتل نباشد. مرا پورا میکند. خدا میداند این راه از راه گرفته کشته او کفن پیچ کرده است. برادر زندهی خواطر نشو تو را نجات میدیم. با تو گفته بودم که از من نمیگوری. یاری دید. یاری دید. چرا با آوردم انا. خوب بوده است. خدا خوب بوده است. تلخم کفید. یخ کردم به خدا. یگان ماشین نمیگذارد از اینجا. دو چرخه هم میشود. برادر
خدا از تو راضی باشد. درون را مثل تفتان گرم کرده ای. شبی دراز در ایستگاه خوابم برده است. دست پایم شرخ شده است. من در بالای چیزی نشستم به فکرم. این تلفنم. میبخشید همه رو با من دهید. گیر برادر. الو امک خضرعلی. تشکر. شما خوبید؟ بر آمدیم در راهیم. خدا میارم. خیر همین طور شد. مایلش شد فهمیدم. خب با خیر است. چی میبریم؟ در باغاش یک بار دارم. یا نوزندین خدا تو بکردم. یا الله. امک شما میلرزید کو؟ با فکرم خیلی خونو خورده. در پیش پایتان ترماس است. اگر خواهید قهوه نوشید. کنی در یکون جای ایستا. چی شد با شما امک؟ ایستا. من قهوه پاما نمیخورم. خدا. شما از این ترسیدید ها؟ این قالین است قالین امک. کنی خزید میرویم. صبح بخیر. صبح بخیر. بر وقت خیسته ای؟ خوابم نبود. افسون دیروز در نیکو شرف بیا این مسئله رو نکشویم. من خطای عظیمی کردم. از روز اول تو رو بسیار ناراحت کردم. در حال نگاه و توی گفته سرت رو به درد آوردم. باز مسئله پینور برآمد. شرف ما باید به یکدیگر عادت کنیم. باید یکدیگر رو از نو دوست داریم. گذشته رو فراموش کرده فرصتی نوی به یکدیگر دهیم. هرچی از دستمون آید میکنیم. من به تو وعده میدهم که از این پس تو رو ناراحت نمیکنم. هرچی خواهی همون میشود. در حقیقت وعده میدهم. چرا خورسندی؟ با محکمه رفتن پسندت اومد؟ عقلی تو به این نمیرسه. اما عقل اکد رسیده است کو. سراغش همینجاست. بله همینجاست. آیتین
ای با کجا؟ برادر من باید تصمیم شبم صدی رو هم نشوید. یک طرف ایستید. یک طرف. مرا دستگیر کنید. دست پایم رو بندید. چشمونم را هم بندید. نه اینش رفت گذاشت. کمش 30 سال دید با من. 30 سال دید. دیگر مرا به بیرون نبرید. اونجا خیلی خطرناک. تو کمال نیستی؟ بله من کمالم. پنهان را من کفاندم. نشناسد گفته چون این لباس پوشیدم. ببینید من کمالم. انا کمالم. شناختم. خیلی گذشتشین کارها را کمی گیج کرده. سردارم قهوه می نوشه؟ بله می نوشم. با آقای کمال هم ده. می نوشد آقای کمال؟ نه من نمی نوشم. قهوه دلم را به حضور می کند. خوبی دخترم؟ شکر خوبم. مشکلی هایم پسی سر شدند. شما به من گفته بودید که کسی را نرنجانده حسیاتت را به آنها بفهمون. من همچنین کردم. گفته‌تان را به جا آوردم. 100 شکر که به خطای راه ندادم و آنها جزایشان را گرفتند. اگر تو در راه راست باشی تمام دنیا جمع شود هم به تو ضرر رسانده نمیتواند. خداوند همیشه همراه راستکاران است دخترم. کیستی؟ سلام آیتن. تو؟ مرا به درون دعوت نمیکنی؟ قهرمان؟ امینه. مادر؟ چی شد؟ در اینجا چی کار میکنید؟ برای بردن تو آمدم دخترم. بیا رفته آسیه رو هم میگیریم. امشب همراه همون میایستد. حالا هم از آقای کمال خبری نیست. رفتیم. پدر در کجا میگرده؟ چرا خبر نداده؟ دخترم من از کجا دانم که فریده اگین بوده است و وظیفه‌اش را اجرا میکرده است. اگر آن بمب حقیقی میشد آن وقت چی کار میکرده؟ چرا چنین میکنه؟ فکری مرا نمیکنه؟ اگر شما رو هم از دست همانگاه آقای کمال کمال میپریده. باند، جیمز باند، 007 جیمز باند. خیر به حبس خونه رفتنت رو شنیده خرسند شدی؟ دمت را گیر. کنی زود چین.
چرا به قفا نگاه میکنی؟ کنی رویت رو گردان. بچه ها کجا شدن؟ راه محکم شده است. حاضر می آیم. ها می آیم. از تو کی گپ پرسید؟ هیچ کس. زود باش برو. اکام در کجاست؟ حجت ها رو آماده کرد؟ مرا به خارجه میفرستند؟ بله او شما را انتظار است. من خطایم رو میدونم قهرمان. نسبتی تو کار نمکی کردم. میدونم که تو برای گناهایی کردم به جزا نمیمونی. مادام میدونستی چرا با من چنین کردی؟ چرا؟ من تو را دیوانوار دوست داشتم. در عمرم دیگر با کسی تو را دوست می‌دارم گفته نتوانستم و نگفتم. من هم دوست داشتم قهرمان، اما گفتن نتوانستم. نشد. مرا زنده نمیگذاری گفتن ترسیدم. آخر غرورم اجازت نداد که برای تو نگاه کنم. من هم دوست داشتم قهرمان، من هم دوست داشتم. اکنون فکر میکنی تو را زنده میگذارم؟ تو و عقرب به چشمانم نگاه کرده چرا با من چنین مناسبت کرده؟ اگر در وقتش به عشقم جواب میدادی شاید من به چنین کارها دست نمیزدم، به کسی ضرر نمیرساندم. مرا محو کردید الله. این کار را با من هر دویتان روا دیده، پس هر دو جزا میبینید. در کجاشی نیم جانم؟ کجای دلت خواهد؟ من ماهی خوردن میخواهم. تو چی؟ ماهی؟ مایلش هر چی خواهی؟ اصلا در سرم یک فکر اومد. با مادرت زنگ زنیم او هم بیاید. آخر تنها شینیم نگفته بوده، چه حاجت است؟ از کجا دونم؟ دلم نمیشود. آخر او در خانه خودش تنها است. برای همین گفتم او رو هم دعوت کنیم. نه جانم، هیچ گپ نیست. من اعتراض قبول نمی کنم. خودی حاضر زنگ میزنم.
набошад гӯй ба ягон таксӣ нишаста биёянд. ту намехоҳӣ ки якҷоя ба кӯчаи фарида дароем, шараф? не ҷонам, чаро ин хел мегӯӣ? шараф, ман мефаҳмам, аммо хавотир нашав. фарида ҳамсарат аст. агар фикр кунӣ ки аз диданаш ман зиқ шавам, хато мекунӣ. охир ӯ модари фарзандонат аст. хавотир нашав. биё, ба модарат занг мезанам. нонҳо хеле гарманд, дастонам сӯхт. من خوردن نان گرم را با تخم خیلی دوست می‌دارم. از دیشب یگان چیز نخوردم، فقط گرسنه گشتم. انشالله ماشینم را نفروختند. پگاوبر وقت رفته پولهایش را برگردانده ماشینم را میگیرم. پول در جایش دخترم؟ بله در جایش. آمدم. اگر میخواستم هم چنین توافق را ساخته نمیتوانستم. کمی بین خانم فریده، در بری شرف کی است؟ کمی روم چی؟ مادر، این پدرم نیست مگر؟ در برش افسون؟ занг зан фароянд. занг задам, ҳозир мефароянд. охир наврасидем. جانکانی من آمدن. مادرشان رو به خوراک خوری میبرند. افسون جانی من، افسون جانکی من. модар, тамоми кӯча шунид? ҳеҷ гап не каме хурсанд шуданд. ягон ҷои пинҳонкорӣ дорад. бигзор ҳама хурсандиашонро шунаванд. биё рафтем. ба куҷо меравӣ? ба назди якай қаҳрамон. акам дар ҳамин ҷост? бале, рафта дар пешаш ба зону мезанӣ. дурӯғ гуфт. охир маро бояд наҷот медод. хавотир нашав, абадан наҷот меёбӣ. канифаро, канифаро, биё, биё гуфтам, биё. фаро мегӯям. фаро, сардиҳе. ӯро дор. канифаро, роҳ гард. дамат ро гир, роҳ гард. шарикатон, дарро мегӯям. дарро. نمیدونم با تو چی گفته است، اما من گناهی ندارم. اون مرا فریب داد. من تو رو فریب کردم؟ او دروغ میگوید قهرمان، باورش نکن. مرا استفاده کرده در میان راه پرتافت. اکا، او به من پیشنهاد کرد که تو را به حبسخانه پرتافته خودمون نجات یابیم. اکا، من خودم رو میدانم، تو هم مرا خوب میشناسی. مگر من چون این کار را کرده میتوانم؟ قهرمان از اولی کار حیله نکرد. من حتی خبری هم نداشتم. بس است. در آن دنیا هر دوتون حساب و کتاب میکنید.
این کارو نکن اکا. من برادرت هستم. ابله از تو بر این برادر نبودنش بهتر است. قهرمان تنها همین رو میدون. من همیشه تو را دوست می‌داشتم. من هم تو را دوست می‌داشتم، اما دیگر دوست نمی‌دارم.